ворох ворохе ки علم اذیت قرغزهای بنام دوست و همسایه رو میکشد کشیده ایستاده است. مرحمت و شجرهای قرغز را ببینید. آنها پرید نمیرینه خانه من را زیر هدف قرار گرفته. خانه من را گلوله باران کردن از چند طرف. مرحمت بعدی از نظرگذرانی معلوم شد که آنها با یراقی دورزنی اسپگی خانه من را زیر تیر و تفنگ قرار دادند. مرحمت آنهایی که قرغز را دوست برادر می سازند می خوانند، ببینید خود را در جای من تصور کنید. من 2000 آرزو مید خانه ساخته بودم. به افسوس از تیر دشمنانی ورخ، دشمنانی وطن ملت من بلنگار شد که دیگر زندگی کردن نمیشود. باقی قضاوت از شما خواهشمندم. با امید ترحم قرغز نشوید. آنها با ما دوست نبودند، دوست شدنی نیستند، نیتهای بد دارند. ما باید هرچند جنگجو جنگ طلب نیستیم، آماده مرد و بوم وطن خود، آماده محافظت خانه خود، آماده محافظت عائله خود باشیم.